چرا پدافندای ایران دیر روشن شدن و بعضیاشون انگار تو خواب زمستونی بودن؟ پدافندا کلاً کارشون رنده کردن دشمن تو آسمونه. پس چی شد؟ و یه سوال دیگه این که نقاط ضعف و قدرت ایران تو این جنگ 12 روزه چی بود؟ مسائل بزرگ و کلیدی وجود داره که حتما باید بهش اشاره کنم و مقامات هم بی برو برگرد باید این ایرادات رو برطرف کنن. تو این برنامه همه اینا رو با هم بررسی میکنیم. به کانال خودتون خوش اومدین. باورش سخت دوستان، ولی تو عرض 12 روز یکی از بزرگترین نبردهای قرن تو خاورمیانه رقم خورد. ایران کشوری با هزاران سال سابقه تمدن و دهه‌ها تجربه مقاومت رو در رو با اسرائیل قرار میگیره. اسرائیل کشوریه که نه تحت تحریمه و از پیشرفته ترین تجهیزات نظامی هم بهره میبره و همچنین از حمایت ابرقدرت نظامی جهان یعنی ایالات متحده داره استفاده میکنه. این جنگ تقابل دو کشور نبود، بلکه نمایشی بود از اون چیزی که ایران تو شهرهای زیرزمینیش داشت و نشون میداده و اون چیزهایی که به شدت کمبودش احساس شد. حالا که تا اینجا با من اومدی یه لطف کن، یه لایک بزن، بریم بقیه ویدیو. ممنون. خب اول میریم سراغ نقاط قوت ایران تو این جنگ 12 روزه. ایران ثابت کرد تو زمینه موشکی و پهپادی چیزهایی برای نمایش داره. بیشتر از 1000 پهپاد انتحاری از نوع شاهد 136، شاهد 191، ابابیل و غیره از پایگاه‌های مختلف در ایران به پرواز در اومدن. خیلی هاشون موفق شدن از سامانه‌های اسرائیلی و بین‌المللی عبور کنند و به اهدافی در اونجا برخورد کنند. در کنار این پهپادها بیشتر از 550 تا موشک بالستیک مثل خرمشهر، دسفول، رعد و موشک‌های مافوق صوتی مثل فتاح و سجیل هم شلیک شد. حداقل بیش از 50 تا موشک از سد دفاعی اسرائیل عبور کرده و خسارات خیلی شدیدی را هم وارد کرده. ایران در این نبرد نشون داد که در سطح تاکتیکی توانایی نسبتاً بالایی در طراحی عملیات‌های هجومی با پهپادها و موشک‌ها داره. همچنین قدرت نرم خودش رو از طریق حمایت‌های مردمی، رسانه‌ای و حضور مردمی در مراسم‌ها به نمایش گذاشت. اما نقطه قوت اصلی ایران چیزی فراتر از چیزهایی بود که گفتم. اونم توان بقا در فشار حداکثری و استمرار حمله حتی در شرایط بحرانه. و حالا بریم سراغ نقاط ضعف ایران که بسیار تاثیرگذار بود و حتما باید برطرف بشه. ضعف‌های ایران عمیق‌تر و گسترده‌تر از اون چیزی هست که بشه با شلیک زیاد موشک‌ها برطرف بشه. بزرگترین ضربه از ناحیه‌ای وارد میشه که اسرائیل میدونست ایران تو اون نقطه بسیار ضعیفه. بله، نیروی هوایی. در طول این جنگ 12 روزه هیچ گونه عملیات هوایی معناداری از طرف ایران انجام نشد. نه جنگنده‌ای به حریم اسرائیل نزدیک شد و نه حتی عملیات پوششی زیادی تو آسمون ایران صورت گرفت. دلیلش هم واضحه دوستان. نیروی هوایی ایران عمدتاً از هواپیماهای قدیمی مثل F-14 تامکت، F-4 فانتوم و میراژهایی تشکیل شده که خیلی هم سر حال نیستن و سنشون هم خیلی بالاست. تو این 30-40 سال اخیر هیچ نوسازی کاملی صورت نگرفته. تأمین قطعات به سختی داره انجام میشه. آموزش خلبانان محدوده و در مقابل اسرائیل با جنگنده‌های F-35، F-16 و حتی هواپیمای آواکس و شناسایی مدرن آسمون ایران تحت کنترل اسرائیل بود. این مسئله رو نمیشه انکار کرد دوستان، اما هم شما و هم مقامات با جون و دل لمسش کردن. از اون طرف ایران هیچ هواپیمای
اگرم حتی نبرد هوایی صورت می گرفت، بازنده متاسفانه نیروی هوایی ایران بود. در هر صورت این مشکلات باید برطرف بشه. و حالا میریم سراغ پدافندهای ایران که چرا دیر شروع به کار کردن و در بعضی از مواقع خوب هم عمل نکردن. البته در اوایل جنگ، در شب اول جنگ ایران غافلگیر شد. در بسیاری از مناطق سامانه‌های پدافندی سوم خرداد، تلاش و حتی سامانه‌های روسی S-300 اصلا روشن نشدن یا اگرم روشن شدن خیلی دیر بود. تازه بعضی از اونا فقط بعد از اصابت موشک به زمین شروع به کار کردن. دلیلش هم این بود که طبق گزارش‌ها سامانه‌های راداری و پدافندی ایران در لحظات پیش از حمله با اختلال نرم افزاری شدیدی مواجه شدند. گفته میشه بعضی از سامانه‌ها هک شده بودند و یا دست کم ارتباطشون با مراکز فرماندهی به طور کامل قطع شده بود. اما بدتر از اونا نفوذ عناصر داخلی موساد بود. بر اساس اطلاعات منتشر شده، تعدادی از پرسنل یا نفوذی‌های داخلی در شب اول جنگ موقعیت‌های پدافندی اصلی در اطراف تهران و همچنین شهرهای دیگر رو لو داده بودند. حتی برخی از لانچرها پیش از اصابت موشک‌ها منهدم شده بودند. تو برخی از مناطق چندین انفجار داخلی پیش از رسیدن موشک‌های اسرائیلی ثبت شده که نشونه خرابکاری‌های داخلی بود. مطمئناً در جریانیم که اسرائیل مدت‌هاست روی جنگ‌های سایبری سرمایه‌گذاری‌های کلانی کرده. واحد سایبری ارتش اسرائیل از قدرتمندترین تیم‌های جنگ سایبری در دنیاست. در این حمله سیستم شبکه‌ای سامانه پدافندی ایران دچار اختلال همزمان شده بود. بعضیاشون هم تو حالت خاموشی رفته بودن. بعضیاشون دچار فریز سیگنال شده بودن و بعضیاشون هم اصلاً اطلاعات هدف رو دریافت نمی‌کردن. یکی از افسران سابق پدافندی در مصاحبه غیررسمی اعتراف کرد سامانه باور 373 در جنوب اصفهان اصلاً نتونسته هیچ ورودی از هدف دریافت کنه. مثل این میمونه که انگار سیستم کور شده. تازه میگن بعضی از پدافندا به صورت دستی فعال شدن، به خاطر همین زمان رو از دست دادن. حالا بریم سراغ این که ایران باید چه کارهایی رو انجام میداد تا ضربه دشمن سبکتر میشد. اول از همه باید خیلی زودتر از اینا وارد فرایند نوسازی نیروی هوایی میشد. در سالهای اخیر خود مقامات ادعا کردند که سوخو 35 داریم، ولی هیچ نشونه ای ازش تو آسمون و دفاع از آسمون ایران دیده نشد. یا شایدم به خاطر از بین نرفتن از آشیانه ها بیرون نیومدن. نمیدونم، واقعا واسه منم سواله. اگه امروز ایران 20 الی 30 جنگنده نسل 4.5 به بالا رو در اختیار داشت، میتونست برتری نسبت هوایی در مرزهاش ایجاد کنه. و صد البته هواپیماهای سوخترسان. ایران باید سامانه‌های دفاع هوایی خودش رو یکپارچه کنه. گویا سامانه‌های مختلفی مثل باور 373 یا سوم خرداد یا تلاش و خیلی های دیگه با هم هماهنگ و لینک نبودن یا دیر لینک شدن و اطلاعات بین اونها به صورت لحظه‌ای منتقل نمی‌شد. نتیجهش هم همه دیدن و لمس کردن و این شد که بعضی از موشک‌ها از شکاف‌های بین این سامانه‌ها عبور کردند و به هدف برخورد شد. علاوه بر این، ایران باید زیرساخت‌های حیاتی خودش رو به صورت پنهانی و یا ساختارهای مقاوم‌تر بسازه و تقویت کنه. بسیاری از مراکز فرماندهی، راداری و حتی انبارهای موشکی به راحتی با بمباران‌های دقیق اسرائیل آسیب دید. ساخت پایگاه‌های زیرزمینی به تنهایی کافی نیست و باید دوباره تقویت بشن. و حالا میریم به سراغ این که چه کارهایی رو نباید ایران انجام میداد، چون ضربات سنگینی بهش وارد شد. اشتباه بزرگ ایران اتکای بیش از حد به بازدارندگی موشکی و بی‌توجهی به جنگ نامتقارن بود.
اینکه شما بیاین تصور کنین که با شلیک چند تا موشک میتونین برتری خودتون رو در جنگ حفظ کنین، کاملا اشتباه دوستان. موشک ها به تنهایی نمیتونن شما رو به پیروزی کامل برسونن. باید سلاح‌های دیگه‌ای هم داشته باشیم. یکی دیگه از اشتباهات راهبردی عدم فعالسازی جدی نیروهای نیابتی در منطقه بود. حزب الله در لبنان، حوثی‌ها در یمن و گروه‌های مقاومت در عراق اگرچه تعداد کمی موشک و پهپاد شلیک کردند، اما در حد انتظار ظاهر نشدند یا نمیدونیم به چه علت وسط نیامدن، و یا اینکه ایران مخصوصاً تو این مرحله خواسته که اینا وارد عمل نشن. اما در عمل این باعث شد اسرائیل تمام توجه و قدرت خودش رو روی ایران متمرکز کنه. یکی دیگه از ضعف‌های ایران به نظرم کمبود اطلاعات نظامی از اسرائیل بود. مثلا مقاماتش کجا قرار دارن؟ نقشه‌ای بسیار دقیق از اسرائیل نداشتیم یا شاید هم بروز نبود. اطلاعات لوجستیکی هم به نظر شخص بنده خیلی کم بود. در عوضش اسرائیل با استفاده از داده‌های بروز و دقیق ماهواره‌ای که امریکا بهش میداد فعالتر عمل کرد. همین مسئله باعث شد اونا نقطه زنی بهتری داشته باشن، در حالی که بعضی از موشک‌های ایران به خاطر اشتباه در مختصات به هدف مورد نظر برخورد نکردند یا با فاصله برخورد کردند. البته ایران هم خسارت به شدت سنگینی رو به اسرائیل تحمیل کرده که خود اسرائیل هم توقع چنین ضرباتی رو نداشته. در آخر اینو بگم که ایران تو این نبرد نشون داد که توان حمله دوربرد و حفظ روحیه ملی رو داره، اما ضعف ساختاری در نیروی هوایی، از دست دادن فرمانده‌های اصلی در آغاز حمله و غافلگیری فشار سنگین رو به ایران تحمیل کرد. این جنگ میتونه آینه‌ای برای بازبینی سیاست‌های دفاعی و سیاسی کشور عزیزمون ایران باشه. اگه ایران میخواد تو نبردهای آینده مؤثرتر و قدرتمندتر عمل کنه، 3 اصل رو باید مد نظر بگیره. اولیش نوسازی سریع نیروی هوایی با خرید هواپیماهای پیشرفته است. توسعه هواپیماهای داخلی زمان بره دوستان. به نظرم خرید خیلی بهتره در حال حاضر. دوم، تکمیل و یکپارچه سازی سامانه‌های دفاعی هوایی و راداریه که دیگه نتونن هکش کنن. و سوم، حرکت به سوی دکترین نبردهای ترکیبی، یعنی استفاده همزمان از پهپاد، موشک، جنگنده و جنگ‌های سایبری و نیروی زمینی. اگه مقامات ایران این 3 اصل رو در نظر نگیرن، ممکنه نبردهای بعدی خدایی نکرده 12 روز طول نکشه. شاید هم فقط 4-5 روز زمان ببره تا شرایط کاملا یک جور دیگه ای رقم بخوره. شما برام کامنت کنین نظر خودتون رو. ایران چه کارهایی باید انجام میداد و چه کارهایی نباید انجام میداد؟ و در آخر ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. مراقب خودتون باشید. زنده باد ایران.